سلیم حیدریم در بدریم شعر نیست سوژه هم نبوده غیر از دست که حالا این عمومت خوب بشه اینا یه بحرکمی اینجا میکنم شاید هم شعینه باشه یکی باید سرهم بکنه حالا که من توی سرهم کنه ایراد نگیرید. خب میگه آن شنیدم که یکی مرد دهاتی هوس دیده تهران سرش افتاد و پس از مدت بسیار مدیدی و تقلای شدیدی به که پاورد زر و سیبی و رو کرد به تهران خوش و خندان و غزلخوان ز سر شوق و شعف گرم تماشای امارات شد و کرد به هر کوی گذر. به هر سوی گذرها و به هر سوی نظرها و به تحسین و تعجب نگران گشت و به هر کوچه و بازار و خیابان و دکانی. در خیابان به بنایی که بسی مرتفع و عالی و زیبا و نکو بود و مجلل نظر افکند و شد از دیدن آن خرم و خرسند و بزد یک دوست لبخند و جلو آمد و مشغول تماشا شد و یک مرتبه افتاد به چشمش به آسانسور. ولی البته نبود آدم دلساده خبردار که آن چیست برای چه شده ساخته یا بهر چه کار است. فقط کرد به سویش نظر و چشم بدان دوخت زمان. ناگهان دید زنی پیر جلو آمد و آورد بر آن دکمه پهلوی آسانسور به سرانگوش فشاری و به یک باره چراغی بدرخشید و دری وا شد از آن پشت اتاقی به زن پیر و زمین داخل از آن گشت و درش نیز فرو بست. دهاتی که همان طور بدان صحنه جالب نگران بود و دلو دید دیگر باره همان در و همان جای زهم وا شده. این مرتبه یک خانم زیبا و طری چهره برون آمد از آن مردی که بیچاره به یک باره گرفتار و تعجب شد و حیرت چو به رخسار زن تازه جوان خیره شد و دید در چهرهش از پیری و زشتی ابدا نیست نشانی. پیش خود گفت که ما در توی ده این همه افسانه جادوگری و سحر شنیدیم ولی هیچ ندیدیم به چشم خودمان همچه فسونکاری و جادو که در این شهر نمایند و بدین سان به سهولت سر یک رو زنی پیر مبدل به زن تازه جوانی شود. افسوس که زین پیش نبودم من درویش از این کار خبردار که آرم زن فرتوت و سیه شده خود نیز به همراه در اینجا که شود باز جوان اون زن بیچاره و من هم سر پیری برم از دیدن وی لذت و با او به ده پیش چه گردم و زن معذرت خواهم چه گردم و از این واقعه باشد خبر اهل ده ما همه ده را بگذارند که در شهر بیارند زن خیش چه دانند به شهر است اتاقی که درونش چو رود پیر زنی زشت برون آید از آن خانم زیبای جوان. ببخشید